این یه عده هستن، نه برونگران نه درونگران نه حتی میانگرا، یه گروه چهارمیان به نام درونگراهای برونگرا. یکم عجیب توضیح میدم. ببین اینا بلدن هر جمعی رو گرم کنن، بلدن طوری بخندن که انگار هیچ غمی تو زندگیشون نیست، ولی واقعیتش اینه که اون انرژی که دارن از درون خودشون نیست، اونو قرض گرفتن. از کجا؟ از دل تنهاییایی که دارن. بعد هر شلوغی دلشون میخواد از آدما دور بشن، برن تو تنهاییشون، دوباره باتریشون شارژ بشه، برگردن. ببین بهشون پیام میدی، ذوق میکنن، خوشحال میشن، ولی بعد چند ساعت جوابتون میدن. دلشون میخواد یکم مغزشون استراحت بکنه. یا مثلا یهو میبینی گوشیشو کلا خاموش کرده، یا حتی شبکه‌های اجتماعیشو دلش بخواد کلا ببنده، ولی بعدش پشیمون میشه ها. یا خودش میاد یه دوره همی میچینه، روزش که میرسه از ته دل آرزو میکنه که کاش کنسل بشه. اینا نه ضد اجتماعن، نه خجالتیان، نه بی‌حوصله. اتفاقا خیلی هم باهوشن و درونگرای برونگران. تو هر جمعی میتونن بدرخشن، فقط بعدش باید برگردن تو تنهایی خودشون رو جمع و جور کنن. به اینا نگین مودی، به اینا نگین ضد اجتماع، به اینا نگین بی‌ادب. یه کمی درکشون کنید. آره.